سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و تماشابینان کانال حق تجی. اولا تعزیه خود را با آن خاندانی که دیروز در جنگ های یعنی خرخشه های بین سرحدی واروخ و قرقیزستان بود، تعزیه خود را با اون نفرها ابراز می دارم، همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان و یک مهاجر کاری در کشور روسیه. و یک خطاب دیگر به رژیم دیکتاتوری رحمانوف دارم که شما سوگند به شیر و چند محصولات خوراکواری هم خورده بودید که امروز فردای ملت را به دوش میگیرند. یعنی شما امروز فردای ملت را به دوش گرفتن نتوانستید و استعفای خود را می توانید که داده از کشور روید. یعنی امروز شما این کشور را صاحبی کردن نتونستید، استعفای خود را حتما بدهید. و اون نفرهایی که رتبه های خود را با این خون ملت گرفتن، با نام گنرال و ادمیرال و پلکونیک و مایور گرفتن، با این خون ملت گرفتن، شما هم می توانید که به استعفا روید. چون که شما نتوانستید که این ملت را صاحبی کنید، این سرزمین را صاحبی کنید. چون که شما از سالهای 90 دستهای شما پر از خون این ملت بود و امروز او خون تا آرنجهای شما را آمده است و شما دیگر بدون خون زیستن نمیتوانید. و همه ما و شما شاهد حال هستیم که چندین نفرها را در داخل کشور خود شما قتل کردید و چی رسد به بیگانگان همسایه کشوران، چی رسد که ما را امروز آمده قتل میکنید. و شما مطمئن باشید که این ملت را قتل میکنید و پس فردا دیگر ملت شما را میآید قتل میکند. چون که شما اون نفرایی که قتل کردید، اون نفرها سایبان شما بودند و امروز شما اون سایبان های خود را نیست نابود کردید و فردا دیگر شما به سایبان میمونید و دیگر نفرها، دیگر اجنبیان میآیند شما را قتل میکنند و کشور عزیز ما و شما را از دستتان میگیرند. و خطاب من همین است که دیگر بس است، دیگر بس است این ملت را متهم کردن به اکستریمیست یا تروریست. بس است. و امروز بس است اون نفرهایی که سرباز می شوند، به خدمت حربی می روند، اون نفرها را دیگر لطوکوب و عذاب و شکنجه ندهید و اون نفرها را به یک خوراک خوب، به یک تربیه سالم، به یک تربیه وطن دوستی دهید که آنها دیگر ملت را، این وطن را صاحبی کرده توانند. و متاسفانه میبینیم شما همه را رقاصه و مثل دختر کردید و بسیار جوانان از دست ظالمی شما را گرفته به دیگر کشورهای خارجی رفتند تا که خدمت نکنند. چون که این خدمت برای یک عائله است، برای این ملت نیست. مادامی که برای این ملت باشد، پس چرا امروز فرزندهای این ملت کشته می شوند از جانب دیگر کشورها یا که سرحدبانای دیگر کشورها؟ یگان نفر، چه کمیته امنیت، چه وزارت کارهای داخله، چه وزارت دفاع یعنی مدافعه، یگان سر و صدا نیست. و باز هم میگویم دیر نشده است، استعفای خود را حتما دهید. چون که استعفا دادن شما به یک آبرو رفتن شما است. وگرنه این مردم قیام کند، دیگر شما را هیچ سرپناهی نیست. و باقی در امان خدا باشید. تماشابینان عزیز و محترم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.